خب هوا خوب است، چون که شما آسمان میبینید صاف و آفتابی بسیار زیبایی هست و نوی جان روز شاد کردن که کوهگردی کنند. اومدیم و کوهایی که در اطراف شهر آنتالیا هست پیاده‌گردی کنیم. واقعا زیبایی خاص خود براش ما کنیم. بیشتر دریاست کوهستانی است، منطقه بسیار زیبا، فقط برای پیاده‌گردی چیست، ولی باید برسید به این مسیر راه برین باید تکت بخرید. سفر جالب شاید باشه و دیگه ای که ببینید که در اینجا بسیار چیز جالبی هم داره که به شما نشان بدم. از طرف ببینید که اینا چی جور کردن. در ضمن بینندگان گرامی ما در شهر آنتالیا هستیم ولی در شهرک کمر هستیم و کمر شهر بسیار جالب است. بیشترش ریزورتاست و زیادتر مردم که میاین میگم به خاطر ریزورتای بسیار مقبولی دارن، هتل بسیار مقبول داره و دیگه کسایی که عاشق طبیعت هستن میاین کوهگردی میکنن. ببینیم اینجا غرفه‌هایی ساخته شده. اگر من بازی را مقایسه کنم اقتدار ما تمام میگه که هر کجایی با وطن خوبیه. دوستایی که در سالنگ رفت آمد کردن بیشتر میفهمن. در منطقه قلاتک ما اینم یک جای داریم. اینم یک جای داریم در سالنگ بالا میشیم سر شمالی قلاتک است. اینم تو غرفه کوی بود. این طبیعت زیبایی خود داشت و هموطنان ما مصروف کار و بار زندگی بودن. یه حیف که فعلا همه چیز از دست ما رفته. ما در کوههای شهرستان کمر هستیم در شهر آنتالیا. بازم ببینیم که از درخت اینا به اصطلاح ایوانی را درست کردن که خب به اصطلاح هنوز اول کوه هست، سفر دنباله دارد. اینجا همه به تماشا نشستن که معلوم شد چیز جالبی هست. بله
است که دیگه باید اثر سنگ ها بسیار زیباست. جای دوستای خالی، یک کسایی که عاشق طبیعت هستن و دوست دارن در طبیعت زندگی. خب بعضی از هموطنان ما یا بعضی از مردم سفر میکنن داخل شهرها. ما خوشبخت بودم که نوید جان عاشق طبیعت هست و این هر جایی که زیبایی های طبیعی است در گوگل پیدا میکنه پیش میشه و من هم به دنبالش. واقعا این سفر خوش گذشت. زیبایی های طبیعی تمام جای زیبایی است. بعد ما هموطنان ما ناراحت نشن، ما می زیبایی ها را در شمال داریم، در سالنگ داریم، ولی کار نشده بالش. اینا کار کردن، ببینید جای را برای پیاده روی درست کردن، تکت میتن که شما داخل دره میشین. خب روزانه 10 نفر شاید از یه تکت میگیرن. باید سفر کنم کشیدن دریا کشتن باید کنید که آزمه شفافیت اول نگاه کنید شفاف است. جورش البته زینه است که رفته به طرف بالا داخل کنش رفته که بگینه رهنما داخل نشه. چی شد؟ هنوز 1.5 کیلومتر ما میریم تا کوی کمر هستیم ما شما نی؟ ما 500 متر تال آمدیم. اسمی که میبینیم اینجا هم محیط که برای کسایی که مثل ما قلب ضعیف دارن نیست. برای کسایی که واقعا شجاع هستن قلب قوی دارن، برای از اوناست که از اون طرف از بالای اینجا بلک لرزانک به این طرف میایم و بالا میشه. جای به پول درست کردن. میتونین بالا شاین؟ اگر دوست داشتین منطقه آمدین بین به شهر کمر و در کوه کمر به بالا شوید و از زیبایی‌هاش ببینید. و حرکت که بیشتر می رویم کوه
زیباتر میشه، راه کمی باریکتر میشه و خب مشخص است وقتی که سربالی آدم بالا میشه انسان خسته میسازه، اما چون هوا بسیار پاک است، هوای بسیار صاف است، احساس خستگی اصلا دست نمیده، اصلا احساس مردگی نمیشه که آدم نادشه. در حالی که در کانادا اگر 2 قدم را میریم نفسک میزنیم، ماده میشیم. فعلا این 1 کیلومتر ما در کوه چی کردیم، پیاده روی کردیم ولی احساس خستگی هم نداریم. تو کنم مناظر خوش می‌بینیم. تقریبا 1 کیلومتر دیگه باقی مانده که آخر از این چی هست معلوم نیست، ولی برای ما در ابتدا گفته شد که شما 2 کیلومتر میتونید که راه برید. راه باریکتر شده میره و زیباتر شده میره و بازم به جایی رسیدیم که قلب قوی کار داره. نوید how should we go back there? Same way. Same way, come back. You go this way, all the way up, and then come back. Same way. Where are you from, UK? Yeah. What about you guys? Canada. Canada? Yeah. Oh, nice. How do we end up here? No, you honestly, if you go up the stairs and you keep going up, and you reach the canyon, the actual canyon, it's quite sick. You should definitely give it a go. Not me. See you later. Have fun.
وسط کوههای هوای شفاف و آفتاب بسیار گوارا آب خالص انار خوب جای شما عزیزان خالی یادتان باشه اگر به انطونیا آمدین در شهر کمر حتما به این کوه بالا شوید از زیبایی‌هاش لذت ببرید. اگر برای شما نمیگفتم که در اونجا هستم حتما هموطنان گرامی ما میگفتن که بله در سالن ما در بلندای کوههای شهرک کمر در شهر از این شهر ببینید که فقط زیبایی های شما فقط نوی تلویزیون امید شد با هم یک جا گذارید و در یک تلویزیون باید این منطقه داشته باشید و گرامی سفر من به همینجا به پایان رسید. البته سفر نوید جان ادامه داره. اونطور که پیشتر باش گفتم گذشتن از این پل برای بعضا شاید عادی باشه، اما برای من مسکین بیچاره کمک جنجال آفرین است، چون بعد از اینکه عملیات قلب کردیم از بعض جایی که برای قلب بوده باشه اجازه عبور مرور ندارم. ولی خب نوید جان گفت که اگر جالب بود خب جالب است،
فیلمایی میگیره برای برای غیر از اون سفر ما دنبالهش در همینجا